استاد سوال دیگه مورد قربانی بود. یک اماکیم بقای قربانی داشت. وقتی همه گاو مالش فروخت، یک اماکی دیگریم گفت که بیا همه قربانی تفروش خانه بگیرین، بعد میگیری قربانی میکنی. دیگه چند سالا شد، مقصد که همو فرصت بعد دستش نآمده سعی بقاوج قریب که به اون قربانی را رسیده بود. امی مسئله چی میشود؟ دمو قربانی قرض میمونه در کلش یا که قربانی بر ذمه‌اش واجب بود و این قربانیش نکرده فروخته، بر عوضش خانه خریده. میخیل بله استاد، او میخواست که قربانی را بکنه. او اماکی دیگریم ای که جای فتوا یافت نمیدونم، این کارم ما را پیشنهاد کرد. وقتی خانه گیریم ما گفتم که نه ما اجازت نمیتم، پدر ما وارد کردم که ناراضی نشده این کار، که مقصد برکت قربانی دیگه های اجازت ندادم. پدرم راضی نشد. خانه را از عید قربان یک روز پیش خرید یا بعد عید قربان؟ چند روز پیش گرفته بود، مثلا چند ماه مونده بود. بخره دیتا یک 4 ماهگی مونده بود به قربانی را. بقام اونجا 2 ساله شیده بود. برادر اگر حال عید قربان نآمده به نیت قربانی تو همین گاو قربانی میکنم، گفته که نظر نباشد انشاءالله روز عید قربان همین بقره قربانی میکنم گفته باشد، ولیکن فروخته خانه خریده باشد، روزی که عید قربان اومد برای قربانی هیچی نداشته باشد وای به گردنش قرض نیست. روز قربانی حساب کدام آدمی که روز عید قربان امکانیتی گوسفند کشتن یا بز کشتن، بز 1 ساله باید باشد، دارد و قربانی نکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که به مسجدهای ما نزدیکی نکنند، نماز عید نبیاد گفتن. یعنی به معنای این نه که اكو نماز عید هم نبیاد، به معنای این که یعنی آواره شده به نماز عید نبیاد. یعنی این یک نوعی بیانی حذر، تحذیر کنانیدن از بخیلی. یعنی کسی که اگر قربانی نکند نماز خونده نگردد آواره شده، یعنی قبول نیست. یعنی خیلی گناه عظیم گفتگی معنا دارد. معنا اینا ندارد که یک آدم مثلا پول دارد و قربانی نمیکنه به نماز عید نمیاد. بیاید آخه این نماز هم این نماز به نبیاد با یک دیگه گناه جمع میشد. بیاید این نماز عید مثلا فرض است، بعضی ها میگن واجب است، آدم نبیاد گناهکار میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی زنهایی که عادتی ماهانه دارن هموهای هم بیارید تا گفتن، دخترهای هم بیارید گفتن ولی یشهدن الخیر، آمده خیر را مشاهده کنه. مثلا از بالای جای نماز برون، زنی که ناپاک است در بالای جای نماز در مسجد نشیند و در هو اطراف شیند، آوازی صدا من آوازی در زمانی بلندگوی که هست آواز میشنود، می یک اطراف نشسته صدای امام گوش کنن، قرائت گوش کنن، امر معروف گوش کنن، به دعاها آمین گویند ولی یشهدن الخیر و دعوت المسلمین، به خیر شاهد شوند و به دعاهای مسلمان ها شاهد شوند، یعنی آمین گویند. حتی زنهای ناپاک آورده شود به نماز عید. یا رسول الله یکی ما جلباب ندارد گفتن، یعنی جلباب یک پارچه لباسه که از بالای سر پوشیده میشد و تمامی از بالای حجابش پوشیده با خودش میپیچاند، ندارد، فقط چشماش کشودگی. همین چیزا نداشته باشد چی گون نماز عید برود یا نه؟ یعنی که حجاب ندارد. گفتن که از آن یگان دوگانشه اگر بعضی زنها 2 تا لباس دارد، یا من در زمان ما شاید 20 تا دارد، بعضی زنها 20 تا حجاب دارد یا 10 تا حجاب دارد، یا یک کم بغل عادیش مقاله 2 تا 3 تا دارد. اگر حجاب نداشته باشد چیکار کند یا رسول الله؟ از آن دوگانشه یک روز به عاریت بگیرد گفتن، یعنی یک روز داده اسم عید بپوشته بیام. حتی همین بهانه‌های هم پیشش بستن، پیش راهی حیض بستن. پس چی جایی مردها باید حتما بیاین فرزنداشون کشاله کرده و نماز عید. فهمیدید؟ مقصد این که یک آدم قربانی نکرده و که من عید نمیرم نگوید، لیکن معنای این حدیث تحذیر هست، حذر کنانیدن و آگاه کردن از عقوبت است که کسی که اگر قربانی امکانیت دارد و قربانی نمیکنه به نماز نبیاید. این بسیار سرزنش است. تو الله تعالی در قرآن کریم میگه که اعملوا ما شئتم،
چی که خواهید کردن گریتون، یعنی کدام گناه خواهید کردن گریتون، یعنی به معنای اینه که من راضی گناه نیست، نه، اختیار در دست شما، گناه کردن گرید پگه به نزد من میبید به جوابگری شای، یعنی این نوعی تهدید است. نوعی تهدید است، بله. بسیار اسلوبی بلیغ است. بنابراین قربانی را اگر روز قربانی فرا رسید شما پول ندارید برای آنکه یک ماه پیش خانه خریدید یا یک هفته پیش خانه خریدید، بله امروز شما پول نداشته باشه شریعت شما مجبور نمیکند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی میگه که یگان نفس را الله تعالی به کاری که قدرتش را ندارد، طاقت آن را ندارد فرمان نمیدهد. داملو همین باز کوتاه‌تر کرده میگفتید، مثلا گفتند که این برادر گفتند که نظر کردند و گوساله را خریده بودند، یعنی نظر کردگی باشن گناهکار میشن. نظر واجب شد. اگر من نظرش نفهم، نظر حتمی هست و باید یک تا گوسفند یا تا گاو کشان، عیناً همون مثل همون گاوی که قربانی نکردیتون کو انا موقع لحظه گرفته کشه اگر نظر باشد، چون که نظر واجب است. گاو رو خریدند گفتند 2 سال شد و به مثل همین گوسفند رو بعضی ها میخرند و نیت میکنند که به نیت همون نظر است. اینش هم نه نیت نظر نیست. نیت نظر نیست. مثلا یک آدم گفت که من این شب ساعتی 2 خسته 20 رکعت نماز میخونم تهجد، گفت نیت کرد، بعد خوبش برده ماند، هیچی قرضدار نیست. برعکس برای نیتی نیکش ثواب گرفت. اگر در قرارت قلبش همین کار اجرا کردنی بود، نیت کرده بود، نکرد و ثواب میگیره. اما نظر کاری که برای خودش واجب نیست واجب کرد، لله علیه، بر ذمه من حتمی هست که من همیشه باید 20 رکعت نماز خونم برای الله شده، واجب است برای من. گفته نظر کند و واجب است. اگر خوبش برده ماند سحر خسته خوانده میدید، اگر نکند کفاره قسم میدهد، یعنی یک غلام آزاد میکند، غلام آزاد کرد نتوند 2 ماه پای در هم روزه میداره، اگر نتوند بعد به 60 مسکین طعام میدهد. یعنی که اگر من نیت کردم گفته گوسفند خریده باشد و نیت از نظر فرق دارد. تمام، اگر این خیلی باشد دیگر شاید که دیگر شاید مسئله. عبدالرحمن شما جواب گرفتید به سوالتان؟ استاد گو گوساله کرد، گفت که بقا کنه قربانیش میکنم، بقا چشید گفت که قربانی، این خیلی گفت قربانی و بقا کلان شد، قریب 2 ساله شیده بود و خانه گیری کرد فروختنش. همون نیتش رو بپرسیده اگر نظر کردگی باشد من همین کار حتما میکنم، این برای من حتمی شد گفته باشد، نظر باشد، نظر رو باید وفا کنم. اگر نیت باشد انشاءالله من قربانی میکنم گفته، لیکن همون روز با اومدگی قدرتش نداشت، الله تعالی یعنی یگان او را سرزنش نمیکنه. بله، تشکر.